به هیچ عنوان بدون خوندن این 3 تا دعا شب به خواب نرو. به خدا که خوندن این دعا باعث میشه عشق و وجود و معجزه خدا رو خیلی زود تو زندگیت ببینی. 3میش واسه من خیلی کارها کرده. پس حتما این ویدیو رو سیو کن و بفرست واسه عزیزات. دعای اول دعای قدردانیه. خدا جونم بابت نعمت زندگی ازت ممنونم. بابت نعمتهای کوچیک و بزرگی که وارد زندگی میکنی و یادآور عشق و محبت تو به منه ممنونم. دعای دوم دعای هدایته. جان جانانم هدایتم کن، قلبم، فکرم، تصمیماتم را به سوی هر آنچه که مورد تایید تو و خیر من است هدایت کن و نور آگاهی را به زندگیم بتابان. دعای سوم دعای برکت. عشق الهی برکت به زندگیم جاری کن و به من قدرت بده که ایمانم به تو که منبع اصلی قدرت و عشق هستی را لحظه به لحظه بیشتر کنم. ترس‌ها، نگرانی‌ها و دشمنانم را به تو می سپارم. از من و عزیزانم محافظت کن. تنها تو را می پرستم و تنها از تو یاری می جویم. الهی آمین.